های عزیز سلام، امید که خوب و سلامت باشید. بیننده های عزیز، در این ویدیو برای شما آموزش میدیم که چگونه شما یک اکانت آمریکایی برای خود بسازید تا تیک تاک، تا از تیک تاک کسته کسب درآمد کنید. تیک تاک کسته یک پالیسی یا یک قوانین جدید را وضع کرده که از چند کشوری خاص فقط اکانت که بسازی همون شرایط درآمدزایی را که تکمیل کرد و زمان کسته میتونه که مثلا اکانت شما مانتایز شونه و از او اکانت شما درآمدزایی کنید و در اکانتتون سر درآمد بیاید. این کشورها کسته 6 کشور است فعلا. از این 6 کشور شما که اکانت به 6 کشور بسازی اکانت شما کسته مانتایز میشه، به شرطی که همون قوانین مانتایزیشن را کسته تکمیل کنه و قوانین چیه که باید سین شما بالای 18 باشد. دوم این که 100,000 ویو را در 30 روز کسته ویدیوهایشون باید بگیره. فالوور شما کسته به 10,000 باید برسه. وقتی که این قوانین را شما تکمیل کردید و زمان کسته اکانت شما آماده مونتایزیشن میشه که برای درآمدزایی کسته همو گزینه درآمدزاییش کسته فعال میشه. از کدام کشورها کسته شما اکانت بسازید تا اونا کسته واجد شرایط است و کشورها فعلا 6 کشور در سطح جهان. از این 6 کشور شما اکانت تیک تاک برای خود بسازید. وقتی که امی شرایط درآمدزایی رو تکمیل کردید فالوورش فرق نکنه، شما به یک ماه بعدش بیارید، بعد چندین ماه بعدش بیارید، 100,000 ویو را در 30 روز کسته ویدیوهایشون باید بگیره. خب کشورها کسته عبارت از کشور فرانسه، کشور لندن، کشور جرمنی، کشور ایتالیا و کشور آمریکا. شما مثلا در این کشورها نیستید، فرض کنید افغانستان هستید، ایران هستید، پاکستان هستید، ترکیه هستید، چین هستید، روسیه هستید، هند هستید، استرالیا هستید. شما باید چیکار کنید؟ شما باید از VPN استفاده کنید. شما اینی سوپر VPN را کس دانلود کنید. وقتی که دانلود کردید میایید رو باز منید کانتینیو مجاز. شما باید از طریق VPN لوکیشن خود تغییر بدید. وقتی که ما از پاکستان اکانت میسازم، اکانت ما کسته شرایط مونتایزیشن رو که تکمیل کنه مونتایز نمیشه، به خاطری که کشور واجد شرایط نیسته. ما چی کار منم؟ ما اکانت میسازم، از VPN استفاده منم، میایم کشور را انتخاب کنم که او کشور واجد شرایط است. در این لیست کشورها آمده مثلا شما میتونید که یوکی را انتخاب کنید، جرمنی را انتخاب کنید، US خود آمریکا را انتخاب کنید. ما همین یونایتد استیت را انتخاب منم و میگیم کانکت. VPN ما کسته کانکشن منتظر میمانیم. VPN کسته لوکیشن ما را تغییر میده. فعلا ما مثلا پاکستان کسته میخوایم اکانت جور کنم، ولی زمانی که ما از VPN استفاده کنم، اینجا VPN کشور آمدم کشور US را یا یونایتد استیت را انتخاب کردم، این لوکیشن ما را و IP آدرس ما را کسته تغییر میده با IP آدرس آمریکا. به این معنی که ما فعلا از آمریکا می اکانت برای خود میسازم. VPN ما کسته کانکت شد. زمانی که کانکت شد در این قسمت کسته میبینید که کانکت. ما روی تیک تاک میایم. این اکانتی است که ما این اکانت خورا از افغانستان جور کرده بودم. لوکیشن از ایرا که بریم ببینیم افغانستان نشان میده، ولی اگه بخوایم تغییر بدیم تغییر نمونه. لوکیشن از ایرا بخوایم آمریکا رو انتخاب کنیم یا جرمنی یا کشور دیگر، میگه تو حداقل 90 روز کسته در کشور باید مانده باشه. بعد از او کسته لوکیشن تو به شکل اتومات کسته تغییر میده. اینجا میبینی که در قسمت مونتایزیشن کدام گزینه برای درآمدزایی وجود نداره. یعنی این اکانت من که شرایطی تکمیل کنه مونتایز نمیشه. ما میرم یک اکانت دیگر، اکانت آمریکایی که جور کرده بودم قبلا، او رو بازنم میای در قسمت مونتایزیشنش که او چی بخشا را در این قسمت داره که این اکانت نداره. این اکانت آمریکایی است که من این اکانت را دیروز جور کردم، هنوز فالوور نگرفته و لایک هم نگرفته. در این قسمت کسته یکی بلانس اضافه و در قسمتی کریتور تول زمانی که بریم در قسمت مونتایزیشن کریتور ریوارد پروگرام، این خیلی مهمه. هر اکانتی که این کریتور ریوارد پروگرام را فعال داشت، او اکانت زمانی که همین شرایط درآمدزایی را تکمیل کنه برای مونتایزیشن که اکانت خود بفرسته، اکانت مونتایز میشه. و اکانت قبلی ما زمانی که در بخش مونتایزیشن شما رفتیم فقط سابسکریپشن رو داشت. این گزینه های دیگه که این اکانت ما داره او نداشت. لایک و ویو فالوور از او اکانت نسبت به این بیشتر بود، ولی این کریتور ریوارد پروگرام را نداشت. این اکانت ما کریتور ریوارد پروگرام را داره. این کریتور ریوارد پروگرام وقتی که داخل زیبایی در این قسمت کسته امو شرایط را برای مگه تو زمانی که اینمی سه شرط را تکمیل کردی و زمان کسته اکانت خورا برای مونتایزیشن روان منی و اکانت کسته چه بررسی میشه. بعد از او کسته
درآمدزایی روی از اکانت فعال میشه. این سه شرط اساسیش کدامه؟ اول اینکه میگه سندیت باید از 18 سال کسته بالا باشد. تو باید 10,000 فالوور را تکمیل کنی. 100,000 ویو را در 30 روز کسته ویدیوهایشون باید بگیره. او زمان کسته ی اکانت تو کسته امو شرایطش که تکمیل شد روی گزینه مونتایزیشن کسته کلیک مونی و اکانت کسته بررسی میشه. بعد از بررسی کسته امی درآمدزاییش کسته فعال میشه. بعد از هر ویدیویی که شما داخلی اکانت تیک تاک آپلود مونید، کسایی که میای ویدیوهای شما رو میبینه و روی ویدیوهایش کسته ادز یا تبلیغات اضافه میشه و تیک تاک کسته پول میده. این که چگونه اینمی قسم یک اکانت برای خود بسازی، ایره برای شما کسته آموزش میدیم. میایید یک براوزر رو باز کنید که من کروم رو باز کردم. اول دفعه یک ایمیل برای خود میسازید. یا چیمنه را که باید وی پی ان فعال باشد. وقتی که وی پی ان هم فعال مونید، کشوری را انتخاب کنید که او کشور واجد شرایط درآمدزایی تیک تاک است. در جمله کشورهایی است که دو کشورها که شما اکانت تیک تاک بسازید برای خود ریوارد پروگرام کسته دو اکانت شما فعال میشه. مثلا ما او اکانت اولیم کسته بخش کسته فعال نبود، ولی اکانت دومی که با استفاده از وی پی ان جور کرده بودم دو فعال بود. در اینجا کسته اول فهموریم برای خود یک دونه جیمیل میسازیم، کریت جیمیل اکانت، و اینجا پرسان که میگه برای استفاده شخصی میسازی، برای اطفال میسازی، برای بیزنس یا کار میسازی. ما میگیم برای استفاده شخصی. در قسمت فرست نیم کسته فرست نیم بود، در قسمت لاست نیم هم یک لاست نیم وارد کنیم. بعد میگه روی نکست. در این مرحله کسته تاریخ تولد خود وارد کنید، ابتدا ماه، بعد روز و بعد سال. از این قسمت جندر خود انتخاب کنید که من میل میگیرم و بعد نکست. در این مرحله برای خود یوزرنیم وارد کنید. این یوزرنیم رو ما وارد کردیم. اگر کسی قبلا نگرفته باشد قبول نگرفته باشد، قبول نه برای ما پیشنهاد نکنیم. ما میگه اینی یوزرنیم رو وارد که ما نکست میزنم. این قبلا گفته گرفتهش یوزرنیم، این دو تا یوزرنیم را برای ما پیشنهاد کرد که ما یعنی دومی زیر میگیرم. بعد میگیم نکست. در این مرحله کسی یک پاسورد برش میده. بعد روی گزینه نکست. در این قسمت کسی از ما یک ایمیل ریکاوری میخواد که ما باید یک ایمیل ریکاوری رو وارد کنیم. ما یک ایمیل ریکاوری در اینجا وارد کنم. بعد میگه نکست. این قسمت کسی از ما شماره تماس میخواد. ما چون شماره تماس نداریم چیکار میکنیم؟ این مرحله رو فعلا اسکیپ میگیریم. وقتی که امی اکانت ما شرایط درآمدزایی را تکمیل کرد که برای مونتایزیشن دعوت میکنید، چیکار کنیم؟ اون زمان کسی یک شماره تماس در یک کشوری که واجد شرایط هست از فامیلی کسی پیدا کنیم و شماره تماس اونجا وارد کنیم و برای مونتایزیشن روان کنیم. و فعلا کسی شماره تماس کسی وارد نکنید چون ایمیل ریکاوری زده برطرف کنید. این مرحله را شماره تلفن فعلا وارد نمونید. میگیم اسکیپ. ایمیل ما جور شد. بعد میگیم نکست. تنظیماتش را قسمت اول انتخاب کنیم. بعد میگیم نکست. تمام پالیسی و قوانینش را قبول مونی. بعد این قسمت میای کسی را کانفرم مونی. مرحله رو میگه که آی اگری. گوگل اکانت ما کسی ایجاد شد. حالا چیکار مونیم؟ با می گوگل اکانت خموریم یک حسابی تاک برای خود میسازیم. در قسمت سرچ نوشته مونیم tiktok.com. فراموش نکنید که زمانی که میخواهید اکانت آمریکایی برای خود بسازید داخل تیک تاک، باید از طریق خود اپ تیک تاک اکانت نسازید. خب از طریق براوزر کار انجام بدید. خود تیک تاک رو باز کرد، موز داخل براوزر تکرار باز کنید، نه از داخل اپ تیک تاک. تیک تاک را داخل براوزر برای شما باز کنه. میید روی پروفایل، اینجا روی لوگین. وقتی که در این مرحله آمدید از این قسمت کسته کانتینیو وید گوگل رو باید شما انتخاب کنید. از این لیستی از این ایمیل ها کسته اونمو ایمیلی که شما با وی پی ان جور کردید با مو ایمیل میخواهید اکانت تیک تاک بسازید، اونمو را انتخاب کنید. بعد روی کانتینیو در این کسته از شما تاریخ تولد خود در این قسمت کسته وارد کنید. ابتدا ماه، بعد روز و بعدم سال، بعد نکست. اینجا یک بازار است که شما دو شهر که با هم یکسان است انتخاب کنید. ما در این قسمت آر کانفرم. یک قسمت کسی یک یوزرنیم برای می تیک تاک خو میسازید. مثلا من میسازم این نامی که من وارد کردم، این نام قبلا گرفته شده. این پایین کسی برای ما پیشنهاد دیده گفته از این نام ها تو میتونی استفاده کنی. من ببینم که کدامش بهتر است. من این نام رو انتخاب کنم و روی ساین اپ. همونطور که میبینید اکانت تیک تاک آمریکایی ما کسته ایجاد شد، تکمیل شد. اپلیکیشن تیک تاک رو باز کنیم. داخل اپلیکیشن تیک تاک وقتی که اکانت تیک تاک رو باز کردید در این قسمت پروفایل روی
روی 3 نقطه کلیک مونی در قسمت setting and privacy میای پایین سویچ اکاونت در قسمت اد اکاونت میزنی continue with گوگل می اکاونت جدیدی که جور کرده این داخل اپی تیک تاک باز مونی در قسمت کستمی ایمیل آدرس خود انتخاب مونیم با اکاونت ما کسته لوگین شد در قسمت اوکی مونی و میای در قسمت پروفایل میبینی که همین اکاونت ما که جور کرده بودیم تکمیل شد. ما یک تا ویدیو کسته آپلود نم ویدیوی ما آپلود شد. روی پروفایل خو یک ریفرش میزنیم روی 3 خط کلیک مونیم روی کریئتر چوز میایم وقتی که روی مونتایزیشن میبینیم که کریئتر ریوارد پروگرام کسته برای ما یک اکاونت فعال. شرایط اولش اینه که باید سنش از 18 سال بالا باشد که سنی از این اکاونت تیک تاک از 18 بالا است و باید 10,000 فالوور بعد اسپاید و 100,000 ویو را در 30 روز کسته ویدیوهایشون باید بگیره داخل تیک تاک. این بود از طریقه ساختن تیک تاک آمریکایی. امید که این آموزش برای شما مفید واقع شده باشد تا آموزش های بعدی شما رو به الله بنیاز باشد. شاد و موفق و همکار باشید.